سلام و خوش اومدید به ویدیو دوم. توی این ویدیو همونطور که تو ویدیو اولم دیدید قرار شد در مورد اپتیمایزیشن صحبت کنیم و یکم مبحث رو ریاضی تر کنیم. بریم واردش بشیم. خب اول باید ببینیم گرادیان چیه. ببینین گفتیم توی ویدیو قبلی که فرض کنیم این سیاهه تابع خطامون باشه. ما اگه در جهت گرادیان بخوایم حرکت کنیم در نهایت ما رو میرسونه به قله های بالا. خب باید چی کار کنیم؟ ما میخوایم برسیم به نقطه پایین دیگه، میخوایم کمترین خطا رو داشته باشیم، در نتیجه در جهت منفی گرادیان حرکت میکنیم. و حالا گرادیان همون مشتق، حالا یکم یک کوچولو صرفا برای وکتور و اینها استفاده میشه. و حالا اگه خیلی دانش خاصی در موردش ندارین نگران نباشین، خیلی چیز خاصی قرار نیست در موردش بریم، همین قدر که گفتم کافیه. خب حالا بریم اول لینیر رگرشن رو حساب کنیم. گفتیم که میایم wx به علاوه b رو حساب میکنیم که در نهایت به ما یک عدد میده و تابع خطای MSE مون، حالا اینجا من به صورت توضیح نوشتم که میشه دقیقاً تفاوت هر دو نقطه و جمعشون رو ما انجام میدادیم، به توان دو میرسوندیم و در نهایت تقسیم به تعداد داده‌هامون میکردیم که رابطش این پایینی است. این زدمونه که محاسبه میکنیم، اینم وایی که داریمه و میتونیم به این صورت هم بنویسیم دیگه. زد رو باز کنیم میشه wx به علاوه b که حالا این x آیام رو داریم. خب چرا این رابطه رو باز کردیم؟ چون قراره از این رابطه دو بار مشتق بگیریم. یک بار قراره مشتق بگیریم و جهت گرادیان رو برای w حساب کنیم، یعنی گرادیان رو برای w حساب کنیم، و یک بار هم برای b. حالا من نمیخوام وارد مشتق گیریش بشم و روندش چجوریه، ولی اگه خودتون انجام بدین میبینین که خیلی ساده است. مثلا این مشتق این یکی شما w رو ثابت میگیرین، حالا مثلا برای w شما رو انجام میدم. مشتق وقتی که اینجوری توان دو داره، این دوش میاد اون پشت میشه m. حالا این سیگما رو ما همچنان داریم آی از یک تا m و حالا اولش دوباره خود جمله رو می نویسیم، این مخصوص توان دو است، و بعدش مشتق اینجا رو می نویسیم. مشتق اینجا بر حسب w یعنی اینا عدد ثابت، پس اینها میشه صفر، w میشه یک و اینجا ما x آی رو خواهیم داشت. برای b هم به همین طریقه، فقط چون اینجا یک میشه دوباره این x آی رو نخواهیم داشت. الان توی اسلاید بعدی میبینید به همین راحتی شما دو تا مشتق رو گرفتید. حالا این دوتا رابطه رو داشته باشیم چیکار میتونیم بکنیم؟ دقیقا گفتیم که ما اگه بیایم گرادیانش رو داشته باشیم که این رابطه به ما گرادیان مثلا بر حسب w رو میده، این یکی گرادیان رو بر حسب b میده، گرادیانی که داشته باشیم این عدد بهمون در نهایت خروجی میده، یه عددی رو محاسبه میکنیم و حالا امکان داره وکتور بهمون خروجی بده، چون اینجا مثلا برای w شما میبینید که در نهایت در یه x آی ضرب میشه و اگر یک عددی در یک وکتور یا بردار ضرب بشه جواب نهایی یک وکتور خواهد بود که در واقع این آلفا میاد در تک تک خونه های اون بردار ضرب میشه. حالا این w پریممون که w جدیدمونه میشه w منهای همون مشتقی که شما گرفتین، یه آلفایی هم که داریم که حالا این آلفا رو با اون آلفا اشتباه نگه، این آلفا منظورم صرفا این بخش بود، یه وقت بازم میساندرستندینگ نشه. میاد بر حسب اون گرادیانی که داره حسابش میکنید و همین، یعنی این رابطه رو توش حساب میکنید، هم w پریم رو به دست میارید هم b پریم و در نهایت w رو برابر با w پریم میکنید و b رو هم برابر با b پریم میکنید. به همین طریق مدلتون یک گام به سمت بهینه شدن جلو میره. خب برای لاجستیک رگرشن هم تقریبا همونجوریه، فقط یکم تابع خطامون فرق میکنه و یک کوچولو سخت‌تره، به خاطر اینکه شما یه تابع سیگموید هم دارین دیگه و شما بعد اون مشتق حالا تابع سیگموید رو بگیرید که این یک کوچولو پیچیده‌اش میکنه، ما هم نمیخوایم واردش بشیم. خودتون میتونید انجامش بدین، کافی دانش دبیرستانی داشته باشین از مشتق. و خب بیایم حالا با این تابع خطا یکم بیشتر اخت بگیریم. توی تابع خطا ببینید که این w خطا اون چیزی که ما پردیکت کردیم که گفتیم تابع سیگموید بین 0 و 1 میده و در واقع خود 0 و 1 هم نمیده دیگه، چون میل میکنه همش به این دوتا. حالا شما فرض کنید به ما 0 و 1 رو میده و ما جواب درستمون یک بوده و جوابی هم که پیش بینی کردیم یک بوده. چی میشه اینجا؟ خب این قسمت که یک منهای یک میشه صفر، در اینجا در این هم ضرب میشه صفر میشه، پس این کاری نداریم. اینجا چی؟ اینجا میشه یک ضرب در لگاریتم یک.
حالا اینجا خوب دیده نمیشه ولی اینجا دقیقاً عدد یکه و لوگ دقیقاً یک صفره، پس اینجا خطامون میشه صفر. حالا اگه بیایم حالت دیگه رو در نظر بگیریم، من اینجا بنویسم خطا میشه صفر. اگه جواب صفر باشه و ما هم صفر رو پیش بینی کرده باشیم، دوباره این سمت میشه صفر چون که این صفر ضرب داره یه عددی میشه و صفره، و اینجا میشه یک ضرب داره لوگ یک دوباره و این هم در نهایت میشه صفر. خب الان یه حسی گرفتید که هم این سمت هم این سمت فقط یکیشون هر دفعه فعاله، بر حسب اینکه جواب یک بوده یا صفر بوده فقط یکی از این ترما انگار به ما عدد خروجی میده، اون یکی دیگه حتما صفره. حالا اگه درست هم پیش بینی کرده باشین که دیگه جفتشون صفر میشه. و میتونین حالا مثلا یه دونه وای بگیم که این وای حتی در است، یه دونه وایمون صفر بوده، ما نیم پیش بینی کردیم، یعنی مدلمون کامل گیج زده و نمیدونسته که یک یا صفر. خب اینجا چی میشه؟ اولا گفتیم که یکی از این ترما صفر میشه، یعنی این ترم صفر میشه، پس فقط میمونه این ترم این سمتی. خب این یکی رو بخوایم حساب کنیم، یک منهای صفر که یک در لگاریتم یک منهای نیم که میشه نیم. خب حالا لگاریتم نیم کجاست؟ کمتر از یکه، یعنی یه عدد منفی حدوداً اینجاها باید بهمون بده. حالا مثلا ما فرض کنیم منفی یک بهمون میده و به ما یه خط عدد منفی میده. در نهایت همه این مجموع عددهای منفی یک عدد منفی خواهد بود و در یک منفی ضرب میشه و تا به خطمون یه عدد مثبت رو نهایتاً به ما خروجی میده. خب اگه بیاین اون مشتقا رو هم بگیرین، دوباره به رابطه‌های مشابه با حالت قبلی میرسیم، فقط اینجا مثلا ضریبش یک چون دیگه اون توان دو رو نداره و این وای حت هم که سیگموید زدمونه. دوباره میتونین همون کارا رو بکنین، W پریم و B پریم از این دو رابطه آپدیت کنین، یعنی بگین W منهای حالا اینجا گرادیان E بر حسب W مشتق E بر حسب W و برای B هم دقیقا همین کار رو بکنید، مشتق E بر حسب B. به همین سادگی شما تونستید مدل خطیتون رو آپدیت کنین، این کار رو چند بار انجام میدین و در نهایت مدلتون به یک نتیجه دلخواه میرسه. خیلی ممنون که این ویدیو رو دیدید، تا ویدیو دیگر خدا نگهدار.